قهرمان فعلا یک دانه است و هم دمی 75 کیلوی افغانستان او هم واحد نژند است که کمربند داره. مو بدر قیقای کمربند چی مونه؟ کمربند سازمان کمربند یعنی قهرمانی. خودت جناب استادمان اگه ما میگفتم قهرمان هستم میگفتی پیش من نیستی جریمه تا بده بیاره یک دانه ردبول نه مگه حالا من چی میگم؟ حالا من قهرمان هستم. حالا کس در مقابل لقبی را که ما موندیم برای خود دیره کس نیو بل بلا کردن نمیتونه بیایی بخیر بسم الله اون قهرمانی اونمون کمربند هست که سعی که طرفم خنده داره دیگه این حالا چی بگویم کمربند جان در ورمه یار وطن ورمه جان در ورمه یار وطن ورمه صوفی جان بای کلای ما پنجه ورمه صوفی جان بای کلای ما